سلام، امروز میخوام بهتون یه اپلیکیشن معرفی بکنم که کمک میکنه دیگه به هیچ عنوان صبحها خواب نمونیم و سر ساعت بیدار بشیم. اسم اپلیکیشن آلارمی هستش. شما میتونین اون رو از طریق اپ استور یا گوگل پلی دانلود بکنین و بعد از اینکه دانلودش کردین استارت رو بزنین تا اینکه اپلیکیشن براتون یه سری سوال‌ها رو میاره، مثلا اینکه شما چه تایمی میخواین از خواب بیدار بشین معمولا هر روز، یعنی تایم هایی که معمولا صبح از خواب بیدار میشین و باید براش تعریف بکنین و بعد از اون باید زنگی که برای آلارم به مد نظر دارین رو انتخاب بکنین که من اینجا این زنگ رو انتخاب کردم. بعد از اون به ما میگه یه میشن برای اینکه باهاش از خواب بیدار بشین انتخاب بکنین که چند تا کاتگوری مختلف داره که اون رو در انتهای ویدیو براتون توضیح میدم. مثلا یکیش ریاضیه، اون یکی حافظه است و اون یکی شیکه. یه سری موردهای دیگه ای هم داره که در ادامه انتهای ویدیو تک به تک همه رو براتون توضیح میدم. بعد از اون ازتون سوالای دیگه ای میپرسه که مثلا شما میخواین چه ساعتی شبا به خواب برین. معمولا ساعتایی که شبا میخوابین رو بهش میگین، مثلا ساعت 11 و نیم، 12 یا هر ساعتی که معمولا توی تایم های وسط هفته میرید توی رخت خوابتون و میخواین بخوابین رو براش تعریف میکنین. در نهایت وقتی که همه این گزینه ها رو انجام دادین و تموم شد، اوکی رو که بزنین، اپلیکیشن خودش برای شما یه ساختاری رو فراهم میکنه که مثلا شما صبحها چه ساعتی از خواب بیدار بشید و شبها چه ساعتی به خواب برید، که این ساعت رو شبها دقیقا وقتی به اون ساعت میرسه به شما یه نوتیفیکیشن میده و صبحها هم که زنگ میخوره و شما رو بیدار میکنه. ببین اینجا خودش اومده به صورت رندوم برای من 2 تا آلارم گذاشته، ساعت 6 و 45 دقیقه صبح برام گذاشته که من طبق ترجیح هم میتونم یا این ساعت ها رو عوض بکنم یا میژن هایی که برای من تعیین کرده رو تغییر بدم. اول از همه باید دیفالتش رو به تایم ایران در بیارم، یعنی پنجشنبه و جمعه که تعطیل هستم رو آف بذارم و روزهای دیگه یعنی یک شنبه، دوشنبه، شنبه، سه شنبه، چهارشنبه رو براش تعریف بکنم. گزینه دوم هم همینطور. حالا من تو گزینه دوم اومدم میژنم رو هم عوض کردم، یعنی علاوه بر این که اون ساعت بیداری رو تغییر دادم، یعنی از 6 و 45 گذاشتمش رو 6 و 50. روزهای هفته هم براش تعیین کردم و بعد از اون اومدم میژن یا کاتگوری که میخواد باش بیدارم بکنه رو تغییر دادم. اومدم گزینه فوتو رو انتخاب کردم. گزینه فوتو به ما میگه که شما برای اینکه بتونین صبح از خواب بیدار بشین یک عکس رو به صورت دیفالت به اپلیکیشن میدین و صبح زمانی که اپلیکیشن شروع به زنگ خوردن میکنه شما باید دقیقاً از همون آیتم یا همون فضایی که بهش عکس دادین دوباره بهش یه عکس بدین تا اینکه براتون زنگش قطع بشه و دیگه زنگ نخوره. کلا نحوه کار کردن این اپلیکیشن اینطوریه که شما تا زمانی که اون میژنی که بهتون میده رو حل نکنین، اگر ریاضی باشه باید حتما مسئله ریاضی رو حل بکنین، اگر عکس باشه حتما باید اون عکس رو بگیرید و آپلود بکنید، یا موردی که در انتهای ویدیو توضیح میدم و همه رو به صورت کاملا صحیح و درست بعد انجام بدید. من اینجا اومدم از یک آیتم توی سرویس بهداشتی بهش عکس دادم که زمانی که صبح بیدار شدم و وارد اپلیکیشن شدم و خواستم که بهش عکس بدم مجبور بشم که حتما از خواب بیدار بشم و دیگه یه مسیری رو به قول معروف رفته باشم. حالا اینجا آمدم براتون به صورت نمونه یک آلارمی رو کوک کردم، یه عکسی هم دیفالت از کیس ایرپادم بهش دادم. میخوام بهتون بگم که زمانی که زنگ میخوره شما چجوری برای عکستون آپلود بکنید. ببینید این عکس قدیمیه که من از قبل از اینکه ساعتمو بذارم به اپلیکیشن دیفالت دادم و بهش گفتم که من این عکس رو باید بدم زمانی که میخوام از خواب بیدار بشم و زمانی که از خواب بیدار میشم این صحنه دوم که دارم دوباره از کیس ایرپادم عکس میگیرم و آپلود میکنم و اپلیکیشن وقتی اون تیک رو به من میده یعنی اینکه این موارد اوکی شده.
میژن دوم میژن مموری هستش، یعنی به شما یه مثال میده و از شما میخواد که اون رو به خاطر بسپارین و حلش بکنین. اگر مموری رو انتخاب بکنین به این صورت بعد حل بشه. میژن دوم مس هست که میشه ریاضی، یعنی به شما سوال ریاضی میده که جمع داره، ضرب داره، تفریق، همه اینا هم حالا هم میتونن به صورت ساده باشن هم میتونن سخت باشن. گزینه بعدی تایپینگ، یعنی به شما یه متنی رو میده و از شما میپرسه که میخوای 2 بار 3 بار یا چند بار این متن رو تایپ بکنی. گزینه بعدی هم مسئله ریاضی دوباره، یعنی شما باید یعنی معما به اصطلاح هستش، معمای ریاضی رو باید حل بکنین تا اینکه اپلیکیشن زنگش برای شما قطع بشه. موردهای دیگه داره مثل تعداد قدم هایی که باید بردارید، یعنی مثلا براش تعریف میکنید که من میخوام 20 تا قدم بردارم و وقتی که 20 قدم برداشتین اپلیکیشن زنگش قطع میشه. مورد بعدی اسکن QR کده. شما هر محصولی که حالا دم دستتون هست یا استفاده میکنید میتونین QR کدش رو براش تعریف بکنید و بعد از اون دوباره اون QR کد رو براش عکس بگیرید. مورد بعدی شیک گوشیه، میگه که مثلا 30 بار گوشیتو شیک بکن، گوشتو تکون بده تا اینکه زنگی که من میزنم قطع بشه. حالا میگم همه اینا مرحله ایزی، هارد و حالا وسط داره. مورد بعدی هم که عکس رو که خدمتتون گفتم و مورد بعدی هم اسکوات هستش، یعنی شما میتونین بلند بشین صبح و با ورزش خودتون رو بیدار بکنین. مورد آخری که بهتون گفتم بیشتر برای بیدار کردن جسم هستن، یعنی میگه wake up your body که میشه همون قدم زدن، QR کد، شیک موبایل، فوتو که من خودم فوتو رو معمولا انتخاب میکنم، یا اون ورزش. ولی موردهای اول بیدار شدن مغز هستن که حالا شما با حل کردن مسئله ریاضی، معماها یا تایپ کردن یه متنی مجبور میشید که حتما بیدار بشین و زمانی که این مسئله رو حل بکنین گوشی زنگش قطع